مرد 27 ساله زاده تاجیکستان با نام رمان همرویف در شهر نوزبیرسک روسیه با اتهام کشتار بیرحمانه معشوقه سابقش اناستاسیا دختر 17 ساله مکتبخوان از شهر بو نوسیبیرسک همسایه برتسک دستگیر شد. لحظه این کشتار را که شب 26 یولی سال 2022 در کوچه لیساسچنیا روی داد، یک راننده که اون شب تصادفاً در آنجا بود توانست با ویدیو رگیستراتور ماشینش ثبت کند. این راننده و هم راننده یک تاکسی دیگر که شاهد بیرحمانه معشوقش را کشتن امرویف شدند در آن لحظه از ترس نتوانستند به کمک جبرانیده بیایند. در ثبت دیده می شود که جوان با ضرب کور دختر را در روی رو به زمین می افشاند و بعد افتیدنش نیز به بدن او با کور ضربه می زند و از جای حادثه فرار می کند. بعد رفتن او آن دو راننده شاهد به پیش دختر می شتابند ولی او الکی در جای حادثه جان داده بود. تشخیص بعداً در بدن او 15 زخم کورد را پیدا کرده است. شخصیت گمان برشونده را پلیس زود معاین کرد و او را دستگیر کردند. بنا به اطلاع مقامات تفتیشاتی بازداشت شده الکی در بازپرسی اول به کردارش اقرار کرده است. نسبت به او بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام کشتار پرونده گشودند. به امرای بر اساس این بند قانون همچون جزا از 6 تا 15 سال زندان تهدید میکند.